یه جوانی بوده در زمان هارون الرشید، اسمش محمد ابن سیرینه. این الانم معروف در دنیا، کتابش هست، تعبیرهای خواب عجیبی میکرده. این محمد ابن سیرینا یه بزاد دورگرده بوده، 10 تا طاقت جنس میداشته توی یه بخچه هم میگرفته سر جونش تو کوچه ها. آی متقال داریم، آی پارچه داریم، پارچه میفته. خیلی خوشگل و قشنگ و زیبا بوده محمد ابن سیرین. اما همینور که طاقه‌های جنس تو بخچه و بخچه هم سرشونش داره مرد و داد بزنه پارچه میفروشیم، از در یه خونه میاد رد بشه، اینه یه زن ایستاده. زنم اینه یه جوان خیلی خوشگل و زیبا و قشنگه، به بهانه‌ای که پارچه ازش بخره میاردش تو خونه. اینجا تو کوچه هم بده، بیا تو این خونه ما اینجایی بخشت واکن و ما جلسات ببینیم و پارچه مقام بخرم. خب پسرن برد تو خونه و در خونه رو محکم بست. هی نگاه کرد تا آقای جنس و اینو بهانه آورد، این اینجاش کجل و اون راسته و این رنگش خوبه و اون پارچش کلفته و این زخیمه و خلاصش نمخوام. خیلی خوب. پسرم تا آقای جنس رو گذاشت تو بخشه و بخششو بست و روشونش گرفت بیاد بردی در بسته. گفت خانم در خونه رو واکن. گفت در وا نمیشه. گفت چرا؟ گفت من واقعش به شما علاقمند شدم، میخوام آتش شهوت منو خاموش کنی. پسر محمد ابن سیرین یک جوانی پاک و پاک دامن گفت خواهر من اهل حرفا نیستم، یه کارگر و پارچه فروشی هم بیشتر نیستم، اما یه آدم قرصی هم تو برنامه‌های دینی من نیستم اهل حرفا. هر کارش کردید نه تسلیم نمیشد و اینا. پسر دید گیر کرده، چه کنه حالا؟ گفت بسیار خوب، حالا من خواستم امتحانت کنم ببینم شما راستی میخوای با ما شهوترانی کنی یا میخوای حرفی بزنی. حالا که فهمیدم قرص هستی مانعی نداره. بخششو گذاشت کنار. گفت بعد اجازه بدید من یه توالتی برم و بیام، یه مسترا میرم میام. گفت بفرمایید. محمد ابن سیرین رفت سر مسترا، این آستین دست راستشو زد بالا، دستشو کرد تو این کثافتا، یک موش از این کثافتا برداشت به سر و سینه و لباس و همه جاش مالید و گفت خدایا تو شاهد باش من از این کثافتا و بوش بدم میاد، اما مخوام سر و صورتم و به این کثافتا آلوده بکنم که این زنه از من بدش بیاد دومنم آلوده نشه. سر و کله و سینه‌شو آلوده کرد و یه وقت از سر مسترا اومد بیرون و زنه نگاه کرد و دید یه قیافه عجیب غریبی. گفت پسر تو چرا همچی کردی؟ گفت من هر وقت بخوام زنا بکنم اول میرم آرایش بکنم و یه خورده ادکلون به خودم میزنم و اینا و بعد میام مثلا بعدی کار بکنم و اینا. این اگه دیوانه ای تو پسر احمق اولاق. گفت آره من دیوانه. برو گم شو. گفت چشم برم گم میشم. در واکو تا برم گم شو. در خونه رو وا کرد و اینم با این دست دیگهش که تمیز بود بخشه طاقه‌های جنس ورداشت و از در خونه اومد بیرون، رفت کنار یه نهر آب، طاقه‌های جنس رو گذاشت و این دست و سر و کله و سینه و لباسش رو شست و بعدم خودش رو انداخت رو خاک سجده شکر کرد. گفت ممنونتم خدا که کمکم کردی. این سر و کله و لباسم که آلوده شد با 5 دقیقه شستشو پاک شد، اما این دامنم اگه آلوده شده بود این زودی یا پاک نبود. جوونه ها پاک باشید، پاک باشید، پاک. تقوا و ورع خوب چیزیه جانم. هر که تو هر لباسی هستا خدا گاهی یه نشیب و فرازایی براتون پیش میاره، یه زمینه‌هایی رو پیش میاره، میخواد امتحانتون کنه ببینه چند مرده حلاج هستی. امتحان درست بده تو زندگی. بعدی که پیر شدی مقدس و با تقوا نشو. دوران جوانی دوران تقوا و ورع. آدم وقتی پیر میشه که قوای شهواتیش تحلیل رفته، قوه و قدرتی برای شهوت و شهوترانی و تمایلی نداره. دوران جوانی. الهی به حق امام حسین در این فصل از که امکان داره این دامنه آلوده شه کمکمون کن و ایمان و تقوامونو حفظ کن. اون خدا علم تعبیر خواب بهش داد. بله
در روایت داره هر کسی یه زنایی براش پیامد بکنه او برا خدا نکنه، پاکی دامنش رو حفظ کنه، اثر وضعیش اینه خدا علم تعبیر خواب بهش میده. و به اول کسی هم که دادن یوسف بود. همین محمد ابن سیرین اگه بدونی به کجا رسیدی پسره بزاد دورگرد، خدا شاهد هر که به هر جا رسیده این یه کاری کرده، یه چیزی تو کارش بوده، یه حسابی با خدا داشته که خدا دستش گرفته بالاش کشیده، بی خودی کسی به جایی نمیرسه.